فرشته جانگیر ملک الموت از صدام می شود، پرسش می شود که در این وقتی که اینقدر جان انسان ها را گرفتی بار شده که مثلا ترسیده باشی یا گریه کرده باشی، همین خیلی حالت ها، بعد از فرشته جانگیر جواب می شود که من یک مرتبه خندیدم، یک مرتبه گریه کردم و یک مرتبه ترسیدم. و خندیدن در کدام وقت بود؟ میگه در وقتی که به من امر شد که جان یک نفر جوان را بگیرم و رفتم نزد یک استادی که پای افضلش را تعمیر میکرد. نزد همون استاد دریافت کردم و پای افضل خود را در وقتی تعمیر میگفت که همچنان تعمیر کن که برای من 2 سال خدمت کند. من به حال بنده نادان خندیدم که همین لحظه جانش به انجام میرسد و جانی او را من میگیرم، لیکن او در غم 2 سال با پای افضل گشتن است. و میگه ترسیدن، گریه کردن در کدام لحظه بود و من فکر میکردم تماشابینان به همین چیز بسیار دقت دهند که و اینجا استاد هم گفتم اما قصه استاد بسیار وابستگی دارد. بعد میگه امر شد من در یک بیابان جان یک نفر مادر را میگرفتم و نزد مادر رفتم. در همان بیابان دیدم که مادر یک طفل نوزاد یعنی نو تولد کرده است و شیر میدهد و من از آن گریه کردم که من جان این مادر را میگیرم و حال این کودک در این بیابان چه میشود. و میگه بعد از یک چند وقت من رفتم، امر شد جان یک نفر را بگیرم. رفتم آنچنان عالم یک علم داشت که من از علم اون نور بود و من ترسیده جان آن عالم را گرفتم. و میگه